عنوان: مسیر موفقیت و ثروت، چگونه زندگی رویایات را بسازی. شروع پرقدرت و انگیزشی. تصور کن یک روز از خواب بیدار میشوی در خانه‌ای که همیشه آرزویش را داشتی، با حساب بانکی که دیگر لازم نیست برای هر خریدی نگران باشی. حالا به این فکر کن: چرا هنوز به اینجا نرسیدی؟ جواب ساده است: چون هنوز تصمیم جدی نگرفتی. بخش اول: ذهنیت موفقیت. اولین چیزی که تو را به سمت ثروت و موفقیت میبرد، ذهنیت توست. افراد ثروتمند با فقیرترین روزهای زندگیشان شروع کردند، اما ذهنیتشان آنها را نجات داد. به جای اینکه بگویی نمیتوانم، بپرس: چطور میتوانم؟ هر مشکلی یک راه حل دارد، اما فقط کسانی آن را پیدا میکنند که به دنبال جواب هستند. بخش دوم: اقدام عملی. موفقیت فقط در ذهن نمیماند، بلکه در عمل شکل میگیرد. هر روز که صبر میکنی، یک روز از آینده‌ات را از دست میدهی. از همین امروز شروع کن. یک مهارت جدید یاد بگیر. یک کار جدید امتحان کن، حتی اگر کوچک باشد. همه افراد موفق روزی از نقطه صفر شروع کردند. بخش سوم: سختی‌ها را بپذیر. ثروت و موفقیت به راحتی به دست نمی آید. قرار نیست یک شب میلیونر شوی، اما هر روزی که تلاش کنی، یک قدم به آن نزدیکتر می شوی. سختی‌ها همان چیزی هستند که افراد معمولی را از افراد فوق‌العاده جدا می کند. اگر بتوانی سختی‌ها را تحمل کنی، پس لیاقت موفقیت را داری. بخش چهارم: ساختن مسیر. برای موفقیت به برنامه نیاز داری. ثروتمندان شانسی پولدار نشدند. آنها یک مسیر داشتند. اهدافت را مشخص کن، 9 در ذهنت، روی کاغذ بنویس. هر روز یک قدم به سمت هدفت بردار. ریسک کن، تجربه کن و از شکست‌ها یاد بگیر. صبور باش، با استمرار داشته باش. بخش پایانی: پیام نهایی. حالا فقط یک سوال برای تو باقی مانده. حاضری برای رویایت بجنگی؟ چون هیچ کس قرار نیست تو را نجات دهد. هیچ کس قرار نیست به جای تو تصمیم بگیرد. یا امروز شروع می‌کنی، یا سالها بعد حسرت می‌خوری. انتخاب با توست. پایان با یک جمله انگیزشی قوی: یا رویای خودت را بساز، یا برای ساختن رویای دیگران کار کن.